تفکر، کلید فهم انسان، کلیدی معنوی اما مادی تر از هر مادی. تفکر چیست؟ تفکر یعنی استفاده آگاهانه از عقل. هر انسان طرز تفکر مستقل خود را دارد، اما آیا میتوان طرز تفکر انسانها را تغییر داد؟ بیایید یک داستان براتون بگم. روزی گرگ ها به گله گوسفند میگویند دشمنی بین ما ساختگیه، ما میخوایم با شما دوست بشیم. سگ این دشمنی رو ساخته و ما رو از شما دور کرده. کم کم دید گوسفندها نسبت به سگ عوض شد. دیگر او را به چشم نگهبان نمیدیدند، به چشم چیزی میدیدند که آزادیشون رو گرفت. روزی به او گفتند ما دیگه تو رو نمیخوایم، تو آزادی ما رو گرفتی، تو نمیذاری ما به گرگا نزدیک بشیم. سپس او را در جنگل رها کرد و آن شب گرگ ها لذیذترین شام عمرشون رو خوردن. هدف این داستان خوب بودن سگ یا بد بودن گرگ یا برعکس این نبود، بلکه از این داستان میشه فهمید زاویه های مختلفی وجود داره و یک مسئله از هزاران زاویه هزاران معنا داره. مثل عدد 6 در انگلیسی که از پایین همان 6 است و از بالا 9. مسئله همان است، زاویه معنا را عوض می کند. اما چطور میشه زاویه درست رو پیدا کرد؟ جواب در دستان تاریخ است. حالا چرا تاریخ؟ بیاین یه قانون رو بهتون بگم. شرایط سخت آدمای سرسخت میسازه و آدمای سرسخت به خاطر رنجی که کشیدن شرایط آسان رو برای بقیه میسازن. اما شرایط آسان آدمای ساده میسازه و آدمای ساده به خاطر عدم کفایت شرایط سخت میسازن و این چرخه دوباره تکرار میشه. پس تاریخ همواره در حال تکرار است. حتی قطعا تاریخی که ما درش هستیم قبلا بارها تکرار شده. اگر هر نسل از این چرخه تجربه بیاموزد زاویه دید درست شکل میگیره. پس شاید زاویه درست قبلا شکل گرفته و در تاریخ پنهان است، فقط باید پیداش کنیم. پس میتوان گفت تاریخ کلید تفکر است و تفکر کلید فهم انسان و این اصل مانند یک نظریه علمی تا شواهد نقضش نکند پابرجاست. این ویدیو رو چندین بار ببین چون فقط در مورد تفکر نبود.